میخوام بهتون فرمول سمپاشی پاییزه رو آموزش بدم. 0 تا 100 اقدامات پاییزی باغ. فرمول سمپاشی پاییزه خیلی راحته. قارچکش بردو رو 1 لیتر در 100 لیتر آب یا اکسیکلور مس رو 300 گرم در 100 لیتر آب به روی درخت سمپاشی میکنید. چه زمانی باید انجام بشه؟ زمانی که 70% برگ های درخت شما خزان کرده باشه. کار دیگه‌ای که باید انجام بدید رعایت کردن نظافت باغه. دوستان عزیزم، هر چی میوه روی درخت یا کف باغ هست اینا رو جمع بکنید. اینها منبع آفت و بیماری برای سال آینده درخت شما هستند. شاید باورت نشه اما آفتاب سوختگی درخت تو فصل سرد یعنی زمستان بیشتر از تابستانه، چون درخت برگی نداره و قسمت نورگیرش آفتاب میگیره و شب سرد میشه و تنه ترک میخوره. حتما توصیه میکنم از رنگ سفید محافظ تنه به همراه بردو فیکس یا بردو استفاده بکنید برای رنگامیزی تنه هاتون. 1 تا 1.5 متر رو حتما رنگ بکنید. 100 یا 200 سی سی بردو رو داخل 1 لیتر رنگ محافظ تنه بریزید و درخت‌ها رو رنگ کنید. یه نکته باقی میمونه، به هیچ وجه از چسب لاتکس قرمز رنگ برای رنگامیزی تنه ها استفاده نکنید. تقریبا هر مشکلی توی باغت داشته باشی 1 یا 2 تا پست راجع به مشکل توی پیج ما پیدا میکنید. حتما پست‌های قبلی ما رو ببینید چون خیلی به دردتون میخوره.